سلام علیکم. یک قصه نوبتی نقل میکنیم درباره حیات زن و شوهر. زن و شوهر سالهای دراز پلان میکشن که همین یک بار پریراد رویم استراحت کنیم. خیلی میبیه وقت ساعتی در کاری زنش میگیره میرم پریرادا، میگه زنک جان خیلی من مسئله گوشت پوشت میبینم تو رفته هزوم بیار. زنه که بیچاره میره اینجا هزوم میشکنه اوجا هزوم میشکنه دستاش خنوق میخوره. میبیه میگه مردک جان دستای من خنوق خوده چیکار کنم؟ میگه دستات نخری که بین پای مدمون گرم میشه. خیلی میمونه زنک دستاش گرم میشه با میره با هزوم میشکنه. میگه مردک جان با دستای من خنوق خود. خلاصه همه خیلی 5 بار 6 بار 7 بار 8 بار میره مردک دستای من بین پای مدمون مردک دستای من خنوق بین پای مدمون. مردکی بیچاره ای جانای شنینش بیزار میشه میگه زنه که خدا بخبر تو را گوشات خنک نمیخوره که بینی پای مدمونی. قصه برای کمپیرایی که بسیار میگوزن. خیلی حیات ده کمپیرها را خندیدن در کارست ده حیات قصه ده برای خرسندی دیل ده. کمپیر برنیسته میبیه کمپیری گوزنی پیش ورز میداره سلام علیکم. با علیکم ماما جون تینجی خوبی؟ نه بچم مزم نیست حالم بدای. خیلی همه قصه میگه چی گپای؟ همه خیلی ما بسیار میگوزم بچه جان بسیار میگوزم. گوزه کن بو نداره بس صدا هم نداره. این همه حالی 10 مینوت چی قطیت گوسته من 19 بار گوزیدم. یگان خیلی بو رو حس کده شما رفیق دکتر؟ نه یگان خیلی بو رو حس نکده. حاضر ماما جان ما شما دا تبلیت که می‌نویسیم انشالله همه کارت صد میشه. کمپیر ده یک پشک تبلیت که می‌نویسیم میگه 3 روز پس امیر بخو 3 روز پس بیا. 3 روز پس کمپیر میبیه همه خیلی دوون نه. اما ماما جان چو کردی؟ میگه بچه جان همه خیلی گوزم بو میکنه دست همسایه ها جلب کردیسیم. گفته ماما جان دیدی؟ اوجه همسایه ها بوش فهمیده سیم. حالا یک تبلیت که دیگه می نویسیم تا نصیب زندگی کده باشه 132 آواز شما میفهمم.